سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 23 ایون همراه شما. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه قراری را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان تاجیکستان سر از سال 2015 حق ندارند با شناسنامه داخلی به روسیه سفر کنند. متن قرار مذکور را روز 23 ایون در وبسایت حکومت روسیه نشر کردند. سر از ماه ینور سال آینده شهروندان تاجیکستان باید با شناسنامه خارجی به روسیه سفر کنند. قرار مذکور به شک به سفر صدها هزار مهاجر تاجیک برای کار به روسیه میروند اثر خواهد گذاشت. دولت روسیه قبلا اعلام کرد که مقررات سفر برای شهروندان آن کشورهای شوروی سابق را که عضو اتحادیه گمرکی نیستند سخت‌تر می‌کند. و موضوع مصاحبه روز در رادیو آزادی با عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در همین باره است. تغییرات در قانونگذاری روسیه به سفر شهروندان تاجیکستان چگونه تأثیر می‌رساند؟ تغییرات در قانونگذاری که به وجود میآیند بازم باعث سخت‌تر گردیدن رفت آمد شهروندان می‌گردند و می‌دونیم که در سال 2013 یک درصد زیاد از شهروندان با نظر داشت رعایت نکردن قانون قاعده بوده باشد یا که اطلاع نداشتن از چنین قانونگذاری‌ها سبب آن گردیدند که آنها نتوانند به قلمرو روسیه دوباره وارد شوند. و همچنین مهاجران تاجیک باید پیش از اینکه با دردسر یعنی با مشکلات روبرو شوند یا گرفتار شوند، البته مسئله طوری که من بازم اشاره کردم موضوع شناسنامه‌های خارجی به واسطه به وکالت وزارت کارهای داخلی و وزارت کارهای خارجی است و البته ساختارهای آنها در این زمینه به مردم اطلاعات ضروری را خواهند رسانید. مهاجران تاجیک چی کار باید کنند که هنگام سفر به روسیه به دردسر گرفتار نشوند؟ با نظر داشته آن که امروز مسئله شناسنامه‌های خارجی در داخل کشور داده می شود و آنهایی که البته در فدراسیون روسیه هستند یا مقدار آنها با شناسنامه‌های داخلی یعنی شناسنامه سرخ کار و فعالیت میکنند و خب وقتی که آنها برمیگردند طبیعی است که از حساب از دست دادن مبلغ‌ها. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان با رادیوی آزادی صحبت میکرد. و در شهر دوشنبه نتیجه یک پژوهش درباره وضع حقوق مهاجران تاجیک در روسیه را نشر کردند که نشان می‌دهد اکثر مهاجران از بدرفتاری ماموران پلیس روسیه شکایت می‌کنند. در این پژوهش که در شهر دوشنبه روز 23 ایون معرفی شد، آمده است که حکومت تاجیکستان بر اساس عهدهای بین‌المللی‌اش باید برای رعایت حقوق شهروندان مهاجرش در خارج سعی کند، ولی نه همیشه و نه سری وقت به داد مهاجران گرفتار در روسیه می‌رسد. در پژوهش که مرکز نظرسنجی زرکلا و مرکز حقوق انسان در تاجیکستان انجام دادند، 19 مشکل عمده مهاجران تاجیک آشکار شده است. مقررات اقامت، بیمه طبی، پیچیدگی در گرفتن اجازه کار و انتقال تابوت افراد فوتیده چند از این مشکلات است که مهاجران ذکر کردند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از نشر ارزیابی تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاهای راغون استقبال کرده و از کشورهای آسیای مرکزی خواسته است در بررسی این ارزیابی شرکت کنند. در بیانیه کتبی سخنگوی بان کی مون که اخیر هفته گذشته نشر شد، آمده است دبیر کل احتیاج کشورهای آسیای مرکزی به نیروی برق را درک می‌کند، ولی برای حل مشکلات در این زمینه باید مکالمه و همکاری صورت بگیرد. نتیجه‌های اولیه ارزیابی راغون هفته گذشته نشر شد و در آن آمده است که در صورت بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان محیط زیست منطقه آسیب نمی‌بیند. دولت ازبکستان می‌گفت که بنیاد نیروگاه راغون سبب فلاکت اکولوژی در آسیای مرکزی می‌شود. دادگاه عالی تاجیکستان امر داده است نظامخان جوریف یک صاحبکار ثروتمند سابق را بازداشت کرده و به دادگاه بیارند. درست پیش از این وکیل دفاع نظامخان جوریف گفت فردی زیر حمایتش غیب زده است. قرار بود روز 18 ایون محاکمه این صاحبکار در دادگاه عالی در دوشنبه برگزار شود. رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفره و وکیل سابق مجلس ولایت سوخت را به قتل، تأسیس گروه جنایی و دزدی مبلغ‌های زیاد متهم کردند. او را به شرط ترک نکردن محل زیستش آزاد کرده بودند. سریناز 11 ساله که 3 سال پیش بر اثر ضربه نیروی برق از هر دو دستش محروم شد، با وجود سختی زیاد به یک دستیار خوبی مادرش تبدیل شده است. مادرش فراغت مصابیر و میگوید که سریناز هیچ کمی از دختران سالم ندارد و در مکتب هم خوب تحصیل میکند. Я люблю маму, потому что она добрая, хорошая, и она нас всех любит.
سریناز مسابیر و ساکن 8 ساله خوجند 3 سال پیش به یک ایستگاه شبکه تقسیم برق در خوجند وارد شد و در نتیجه دست رساندن به سیم برق دستانش سوختند. طبیبان ناعلاج هر دو دستش را بریدند. سریناز حالا در مکتب روسی تحصیل میکند. شرکت برق تاجیک بعد این فاجعه به خانواده فراغت مسابیر و جبران پرداخت و 2 کارمند شرکت نیز برای خنک نظری جزا گرفتند. در تاجیکستان مخلصان فوتبال از حساب دختران هم زیاد شده است و تماشای مسابقات جام جهانی سال 2014 دلیل این گفته است. با وجود آنکه بازی‌ها به وقت دوشنبه نیمه شبی شروع می‌شوند، اما جوانان با شمول دختران گروه این مسابقات را تماشا می‌کنند. تعداد دختران فوتبال باز هم در تاجیکستان کم نیست و این زمان تیم دختران فوتبال بازی تا 16 ساله به مسابقه قهرمانی آسیا آمادگی می‌گیرند که این مسابقات قرار است سال 2015 برگزار شود. و اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.